مولانا عبدالحی رحمت الله تعالی علیه خانهشان محلشان پرنگی محل نام دارد، لکنو، شهر لکنو. همون خانه ای که اون کس سکونت کردن و همونجا وفات کردن، یک کنجی خانه را دفن کرده، همونجا دفن کردن. خود مولانا عبدالحی همونجا دفن کردن. همون خانه شانه موزی کرده، تمام کتاب های تصنیف کردگی را همین خانه را که اصلا تو پور کتاب کرده باندن. مردم به زیارت بیاد، انا همین خانه کتاب خانه را هم زیارت میکند و باز قبر را هم زیارت میکند و انا هم تو کرده بیرد. جناب شما رفته بودید؟ نه، من اونجا نرفتیم، من لکنو نرفتم. اکنون از لکنو رفتگی ها یک قصه شنیدیم. یک همون قوقم به دختر رضاعی داریم، مادرش که زن ما نمون مادرش مردن بعد او را مکانده، او را شیر داده، او را هم دختر کردگی. ان همون دختر رضاعی او تاشکن به علاقه داشته، همین یک ارتیسی مکرمه خانم گفتگی تاشکن به بوده رفت رقاصه، انا همون را آشنا بوده، همون خانه همون به میرفتن، او یخی کایه کرده، همون ارتیسی کایه کرده. ما همین هندوستان برفتیم، همونجا چی کردیم و همون بازی کردیم و ایشون کردیم، اهل هندوستان با کنسرت دادیم و این کردیم. گفتن همینجا یک قبر است و بسیار علامه زمان است و ان همین قبر را زیارت کنیتان. گفته همه ارزها را همون قبرستان با بود. مولانا عبدالحی را قبرستانش هم به همین ارزهای همین سوید آمده است و همون تاشکنده ها همونجا چی میکرده. میگوید این که همین وقتی دروازه که میدراییم یک قرآن را آویخته مانده است همین دروازه. همین ما را که از تکلیف میکندیم که همه ما را از همین قرآن را بگیریم و بوسه کنیم و به چشمه های خود بمالیم و زیارت کنیم باز بگذاریم. همه را همین تکلیف. من فکر کردم گفته این زن بسیار با اخلاص زن بوده. گفته بعضی ها همین قرآن به نگاه نکرده گذشته رفتن گرفته. این چی کرده است؟ این از همه عقب مانده، خواستن عقب کردیم خودمون. همین قرآن را کسی یک زیارت کنیم بوده. او شریک های ما همیشه اگین تو بلا بدتر از اونها میترسیدیم. اونها که در آمده رفتن بعد آهسته آمدیم و قرآن را کردیم، بوسه کردیم، به چشمه های خود بمالیدیم و همین در آمدیم. همونجا قبر را زیارت کردیم، باز کتابخانه را زیارت کردیم. اون همونجا بودگی ها هندوستانی ها دیده ایستاده بوده است. این زن عجایب مسلمان بوده است و بسیار دیانتناک بوده است و چه قسم این گریه کرده قرآن را زیارت کرده ایستاده است. گفته آهسته یک قرآن شریف را به دست ما دادم، این قرآن را ببرید خانه‌تان. این قرآن را آورده، همین ارتش آورده، همین خانهش به همیشه زیر بالین خود میمانده است و بالایش به همین سر مانده خواب میکرده. همین قرآن را چی نمیکرد، همیشه او را به طهارت او را دست میزده. این آخر مردهش حکایش بگویی مکن. این همین روزانه گفته است همین دخترهایش و هم تو چه هایش گفته من بر یک غسل کنانیتان، یک آب گرم کنیتان. همین ایره غسل کنانیدن و حمام را گرم کرده، ایره شوک کردن، خود را همه جایی چه هایش تازه کرده است و همون چی کرده است و انا اکن بیگانی آمده، این خودش تنها یک خانه با خواب میکرده. همونجا در آمده است و یک جای نماز را همینجا انداخته، قبله رو به قبله چیده، یک دو رکعت نماز خوانده است. همینجا نماز خوانده است و دیگر شما همیتان برایتان از من تنها بمانیتان. این همه را برآورده، همون قرآن را همین زیارت کرده است و زیارت کرده این قرآن را جای سجدگاه بمانده است و سر خود را همینجا مانده جان داده. الحمدلله مرحوم. این عاقبت او این عجایب بخیر. همیشه گریه میکرده است که خدا اکن من یک توفیق بدهد،
از همین کار ناشایسته خود من بیزار هستم. منم رخصت نمیدید. چند بار ما گفتم نمیکنم همین کار را، میگم باز مرا مجبور میکنن. ان هم تو کرده او همیشه پشیمان میخورده. ان آخری مرگش که است، همون قرآن از هندوستان آوردگی، همون بس سرش مانده استاده جان داده. اینه ببینید، این همین زن را مردهش به تمام شهر را علماهای که اهل چی باشد همیش حاضر شدن. این بسیار بطنطنه ایره که اصلا که بطن کردن انم خیر خدایی و انم همیش بطنطنه اسلام نمتو کرده. انم حکایه کرد این قدرت الهی ان هم تو خدای تعالی کسی را عاقبتش بالخیر کند، ان هم تو میشود. خب بس که وحشت کرده است آزاد مجنون مرا،